ترسیده ترین موجودات دنیا. تصور کنید هر لحظه در کمین خطر باشید. برای برخی موجودات این واقعیتی است که هر روز با آن زندگی می کنند. از حشرات ناچیزی که خود را شبیه موجودات وحشتناک می کنند تا شکارچیانی که مدام مراقب گریز از دشمنان خود هستند. ترس برای این موجودات نه تنها یک احساس بلکه ابزاری برای بقاست. آموخته‌اند که چگونه خود را پنهان کنند یا فرار کنند فقط برای زنده ماندن. بعضی قادرند ظاهر خود را به شکل دشمنانشان تغییر دهند یا هشدارهای تقلبی ارسال کنند. آیا می دانستید یک نوع قورباغه خود را به مردگی می زند تا شکارچی‌ها به آن نزدیک نشوند؟ یا حشرهایی که صدای مار تقلید می کنند؟ دنیای آنها سرشار از داستانهایی است که بیش از آنچه فکر می کنید دیوانه کننده و مرموز هستند. حیات وحش پر از رازهایی است که ما هنوز درک نکرده‌ایم. اگر آماده‌اید این ترس‌ها و روش‌های شگفت‌انگیز بقای این موجودات را بهتر بشناسید، همین حالا ویدیو را تماشا کنید. لایک کنید، به اشتراک بگذارید و اجازه دهید دیگران نیز این دنیای مرموز را کشف کنند.